سلام دوستان، خوش اومدین به چنل کیلر فرند. توی این ویدیو میخوام بهتون ریختن ماد، کیت پک و فیس ماد رو در FT24 آموزش بدم. توی این آموزش ما نیاز به 3 تا فایل داریم. اولیش که فایل اصلی خود بازیه که من از رو پلتفرم استیم دارم رانش میکنم و بقیه موارد تو این فولدر هستش. این فولدر شامل یک فایل وینرر یا همون رر میشه که اسمش ماد منیجره و بعدیش هم هر مادی. مثلا من الان کیت پک گذاشتم، پس تا الان شد ما الان در واقع واسه شروع کار نیاز به فایل اصلی فیفا و ماد منیجر و در مرحله آخر هر حالا مادی که دوست داشتید، کامرا ماد بود، اسکین ماد بود، کیت ماد بود، فیس ماد بود، هر چی که خواستین رو میتونین اضافه کنین بهش. خب در ابتدا ما وارد سایت فیفا ماد منیجر میشیم، لینکش هم توی دیسکریپشن گذاشتم. اینجا سایت فیفا ادیتور tool.com هستش. اینجا 2 تا گزینه داریم. با ادیتور کاری نداریم، ادیتور واسه کسایی که به اصطلاح میخوان کیت یا چیزی دیگه بسازن. ما با بخش ماد منیجرش کار داریم. دانلود رو میزنیم. وقتی که دانلود کنیم شما رو اول اصلا میبره توی فایل دی سایت مگا و چیزی هلوش 165 مگابایت حجمش باید باشه. این رو دانلود میکنین و وقتی که دانلودش کردین همچین فایلی بهتون میده، فیفا ماد منیجر حالا هر ورژنی که بود شاید به اصطلاح آپدیت شده باشه .rar، یه فایل رر بهتون میده. این فایل رو اکسترکتش میکنین، حالا هر که دوست دارین. من تو فولدر اکسترکت کردم. یه پوشه بهتون میده، یه فولدر بهتون میده. توی فولدر یه فایل فیفا ماد منیجر .exe است. این فایل رو میتونین حالا یا همینجا باشه، اینجا باشه ترجیحاً مرتب تره، چون بعد اینکه ران بشه چند تا فولدر میسازه خودش. ما اینجا اینو ران میدیم. خب تو مرحله اول اینجا چوز گیمه، شما باید اینجا محل بازیتون رو بزنید. الان برای من خودش شناخته، اگر نشناخته بود میتونید نیو رو بزنید و اینجا فولدر بازیتون و فایل .exe بازیتون رو بهش وارد کنید تا بشناسید. الان اینو برای ما شناخته، ما کاری نیاز نیست کنیم. میزنید روش یه کلیک میکنیم و بعد سلکت رو میزنید. خب حالا الان این صفحه ماد منیجر دیتای بازی ماست. ما الان تنها کاری که باید بکنیم اینه که کیت پکی یا فیس مادی یا مادی که چیزی که مد نظرمون بود رو خواستیم به اصطلاح بیاریمش روی بازی، میاریمش تو اینجا. به 2 صورت درگ اند دراپ یا ایمپورت مدل میتونیم این کارو بکنیم. و یه نکته، شما مادهایی که دانلود میکنین بیشترشون به صورت زیپ فایله، این فایل زیپ بهتون میده. الان مثلا این کیت پکی که من دانلود کردم به صورت فایل زیپ هستش. اینو باید اکسترکتش کنین، به شما یه فایل با فرمت فیفا ماد میده .fifa ماد. حالا ما الان میتونیم یا به صورت درگ اند دراپ اینو بیاریم اینجا شناختش، یا میتونیم این رو به صورت ایمپورت و اکسپورت بیاریمش. در هر صورت میشناسه، مشکلی براش پیش نمیاد. خب شما الان ماد رو وارد کردیم و این به عنوان کیت پک شناخته که کیتس هستش. حالا چیکار کنیم که ماد ران بشه؟ الان ما اینو وارد کردیم، هم خواستیم ریمووش کنیم، از اینجا ریموو ماد رو میزنیم. حالا ما میخوایم ماد رو فعال کنیم، اینجا اپلای ماد رو میزنیم. الان این ماد فعال شد. اگر هم خواستین ماد رو داشته باشین ولی مثلا حالا چه میدونم نخواستین فعلا باش بازی کنین یا الان مثلا امکان بازی کردن باش نبود، این تیکش رو برمی‌دارین. تیکش رو بردارین به این صورتی که شما ماد رو دارین، نصب دارین، ولی به اصطلاح استفادهش نمی‌کنین. حالا ما تیکو میزنیم چون نیاز داریم و مرحله بعدی لانچ کردن بازیه. از اینجا حتما باید از اینجا باشه، از استیم باشه اصلا اون مودتون اجرا نمیشه. لانچ رو میزنیم، لانچ گیم رو برای ما انجام میده. حالا شاید یه مشکلی هم باشه برای بعضیا، یه مرحله داشته باشه بگه که ارور آنتی چیت بهتون بده. اونجا 2 تا گزینه داره، یه ریپیر آنتی چیته و یه گزینه دیگه خیلی به کارتون نمیاد. شما ریپیر آنتی چیتر رو میزنین، یه صفحه سفید براتون میشه. الان دارم براتون تعریف کنم که برای خودم نمیاد، قبل اینو انجام داده بودم.
یه چیز صفحه سفید باز میشه، شما اون بالا باید گیم رو انتخاب کنین. البته فکر نکنم مشکلی بخورین، اگر مشکلی خوردین من توی کامنت در خدمتتون هستم. اروری چیزی بود اگر از دست من بر بیاد حتما کمک میکنم که فیکس بشه اروریتون. خب اینجا تو استیم اگر باشید یه اروری بهتون میده، یه اخطار بهتون میده، میگه که launch game with custom arguments، یعنی به این منظوره که شما داری با یه دیتا پت دیگه فیفا مودت اوکی میکنی، باز میکنی. اوکی کانتینیو رو میدی، ما بهش کانتینیو رو میدیم که باز کنه. Sound right, boys. یه نکته دیگه هم بگم بهتون، به نظر من سایت نکسوس مود که لینک اینم باز میذارم توی کپشن، توی دیسکریپشن، یکی از بهترین سایت برای دانلود هر گونه مود، کیت پک و فیس مات هستش. سایت کاملیه دیگه، میتونید توش هر مودی از جمله کامرا مود و کاراکتر ادیتینگ مود، همه مودا رو میتونید از اینجا دانلود کنید. و اینکه در آخر هم یه نکته هم بگم بهتون که نصب کیت با نصب فیس و بقیه مود هیچ فرقی نداره. شما فقط کافیه اون فایل با فرمت فیفا مود رو توی اینجا وارد بکنید، این خودش به صورت اتوماتیک تشخیص میده که این توی کیت یا توی فیس ماده یا توی ماد کامراست مثلا. و در آخر خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو من دیدین و اینکه همیشه هم حتما لایک و سابسکرایب فراموش نشه. سعی میکنم بیشتر از اینجور ویدیو بذارم، اگر استقبال کنیم خیلی ممنونتون میشم. خدا نگهدار.